امروز 15 می در بینای کتابخانه ملی تاجیکستان جلسه برای بررسی طرح کسر هزار برگزار شده ایستاده است. در این همایش نمایندگان قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و شرکت برشنا افغانستان حضور دارند. شرکت برشنا زیر نظارت حکومت طالبان کار می‌کند. خبرنگاران رادیوی آزادی را به تالار جلسه راه ندادند. نمایندگان وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان در یک گفتند که خلاصه های این همایش به زودی در یک خبرنامه نشر خواهد شد. نمایندگان شرکت برشنای افغانستان که زیر نظارت حکومت طالبان کار میکنند در صحبت بدون میکروفون گفتند در این همایش اساساً یک موضوع بررسی می شود، آن هم عملی کردن طرح کسر هزار در حدود افغانستان. چون سالهای گذشته به دلیل نبودن امنیت در افغانستان این طرح عملی نشد. نمایندگان وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان قبلا گفته بودند کارها وابسته به عملی کردن طرح کسر هزار در حدود قرقیزستان و تاجیکستان به انجام رسیده. اکنون در نظر است که این طرح در افغانستان عملی کرده شود. البته ما نمیدانیم که شرکت‌داران جلسه امروز درباره عملی کردن طرح کسر هزار در حدود افغانستان چه تصمیم میگیرند. طرح کسر هزار با 1 میلیارد دلار بانک جهانی عملی کرده می شود. این طرح در نظر میگیرد که برق را از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان انتقال بدهد. خبرنگاران رادیوی آزادی این جلسه را پیگیری دارند و با دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان میگذاریم.